خوابگاه من یه خوابگاه خصوصیه. یه ساختمون 6 طبقه است که هر طبقه رو به دخترای شاغل یا دانشجو اجاره داده. ما تو طبقه زیرزمین هستیم که بهش بودروم یا باغچه‌کات میگن. ورودی خونه هستش که مشاهده میکنید، جا کفشی مشترکمون، میز اتورم اونجا اون وسط دیدیم میز اتوی مشترک هستش. در واقع هر خونه بسته به تعداد اتاقایی که داره اونجا رو اجاره داده. بعد آشپزخونه مشترک، حالا مبل و میز و صندلیشو میبینید. یه پنجره کوچیکم اون بالا داره. یخچال مشترک، حالا فر مشترکم داریم. میام اینجا، این دوتا اتاقای تک نفره هستن. سرویس بهداشتیمون حموم و روشویی و صابوناییه که هر کدومشون متعلق به یه نفره. ما تو اینجا 6 نفریم تو این واحد. خب که 2 تا اتاق 2 نفره داریم و 2 تا اتاق تک نفره. از شانس خوب من توالت زمینی هم داریم. واقعا این توالت زمینی ها واقعا نعمتن. بعد اینم اتاق 2 نفره است که 2 تا دختر خوشگل پاکستانی توش دارن زندگی میکنن و دانشجوان. این اتاقی که ما میبینیم در واقع پذیرایی این خونه هستش. الان بهتون نشون میدم یه خورده جلوتر. ترکا میدونی عادت دارن که پذیراییاشون بسته باشه، مثل ما اوپن یا پذیرایی آمریکایی نیست. میدونی چی میگم؟ این هم که حالا دیدیم میز اتو و جا کفشیه. اگه میبینین ویدیو صدای من همخونی نداره چون صدا بد شد، ضعیف شد، مجبور شدم دوباره رو ویدیو صدا ضبط بکنم. اینم گفتم که اتاق 2 نفره است. دیگه فرصت نشد از بچه‌ها اجازه بگیرم که از اتاقشون ویدیو بگیرم. بعد میخواستم این یوتیوب رو شروع بکنم، اینجوری عقب مینداختم دیگه. گفتم هرچی باشه من میذارم دیگه، شروع کنم، تنبلی نکنم. خب بالاخره رفتیم اتاق من و دوستم ایرانیه و اینجا داره کار میکنه، نقاش هستش. نقاشی که رو دیواره و روی میزه کار دوستم هستش. تختشه، وسایل کارشه. بعدش جونم براتون بگه که اینجوری دیگه اینا رو ببینید. اینم مبل مشترکمونه. حالا مهمونی داشتیم، کسی اومد میشینه، خودمون میشینیم 2 تا چای میزنیم. میز مشترکمونه که توش وسایل آرایشی و بهداشتیمون رو گذاشتیم. اون یخچال هم که میبینی، یخچال متعلق به دوستم، خودش خریده برای خودش تنهایی استفاده میکنه. 2 تا کمدایی که متعلق به دوستم اینجا خونه داشت، بعد دیگه چون اجاره رفت بالا مجبور شد که بیاد خوابگاه. باکس آب و آینه و اینم تخت من هستش. اون میز کوچولو رو هم خودم بعدن گرفتم. من حدوداً 4 ماه تو این خونه زندگی کردم و در حال نقل مکان به یه جای جدید هستم. حالا اگه قسمت شد تنبلی نکردم ویدیو اونجا رو هم میگیرم براتون و توضیح میدم. این تخت هم خیلی خوبن، جک دارن و میتونی بلندشون بکنی. صندوق دارن، میتونی وسایلش خودتون رو بذارین، خیلی جا دارم. اینم اتاقمون، اتاق من و دوستم. هر سوالی که داشتین میتونین کامنت بکنین، بپرسین. کرایه اینجا هم حدوداً 9000 تا بود هر ماه. و اینم یادم رفت بگم، اینم برای خوش کردن لباسه که متاسفانه نمیتونیم تو سالن بذاریم خشک بشه، تو همون اتاق مجبورم میذاریم خشک میشه. یکی از اتاق بالکن داره ولی متعلق به خود طرف هستش.